сем потоликкио профессори соҳаи сиёсат ва иртиботи иҷтимоии Амрико, ки муддати 1 ҳафта дар Тоҷикистон қарор дорад, барои мудирон, донишҷӯён ва кормандони гуногуни ширкату ташкилотҳо дарси маҳорати суханварӣ омӯхтааст. дар лексияи навбатӣ, ки 18 сентябр дар Душанбе гузашт, доираҳои соҳибкорону кормандони бахшҳои иртибот бо ҷомеа даъват шуданд. Any time that you're managing other people or any time that you're trying to get something done for your company, در هر زمان برای مدیر لازم است که داند چگونه با کارگر با شریک کاریتان هم صحبت شود و فکر و اندیشه های نو را به آنها فهماندن لازم است. من شادم که با دعوت سفارت امریکا مدت 1 هفته در شهرهای خوجند، استروشن، اسپره و دوشنبه با دانشجویان و شخصان سین و سال گوناگون واخوردم. تشریف سم پوتولیکو در حالی است که بعضی از شنوندگان این درس‌های مهارت میگویند با غیر از چند درس این رشته تا حال در مکتب‌های عالی کشور در بخش‌های علاهیده تعلیم دادن نمی‌شود. با گفته استادان این رشته آموزش مهارت سخنوری برای مدیران و آنهایی که با مردم در رابطه هستند یک امر ضروری است. نمیدونم تا چه اندازه در مکتب‌های ما صنعت سخنوری درس داده می شود، ولی این گونه درس‌ها باید نه تنها در مکتب‌های عالی بلکه در مکتب‌های میانه هم باشد. طوری ما امروز از این درس فهمیدیم آموزش مهارت سخنوری خصوصا برای آنهایی که می‌خواهند در سیاست و تجارت کاریره کنند ضرور است. سفر سم پوتولیککو به تاجیکستان با تشبث سفارت امریکا و انجمن تجارتی امریکا صورت گرفته است. وی از پروفسوران ورزیده و مدیر کافدرای ارتباط سیاسی و اجتماعی در دانشگاه جورج تاون امریکاست که تا حال در 85 دانشگاه جهان لکسیه خوانده صاحب جایزه‌های بلند علمی هم شده است. شادمانیتیم آزادی دوشنبه. What she